امیر سپهبد علی صیاد شیرازی، جانشین ستاد کل نیروهای مسلح، صبح امروز مورد سوء قصد عوامل تروریست قرار گرفت و به شهادت رسید. سوء قصد حدود ساعت 6:30 صبح امروز هنگامی که سپهبد صیاد شیرازی از منزل عازم محل کارش بود صورت گرفت. یک فرد ناشناسی و که طبق روالی که پدرم نسبت به افراد بالاخره مردم داشت و اینا و کار اونا رو انجام میداد، این هم طبق روالش با پدرم کار داشت و یک فرد ناشناسی اومد کارش رو بیان بکنه و پدرم هم این اجازه رو بهش داد، در ماشین رو باز کرد و میخواست حرفش رو بیان کنه که در اینجا بود که پدرم با گلوله هایی که اون